واقعا یه زمانی نداشتیم. سقف سوپر استار ابوالفضل پورعرب بود و عموی تو حساب میشه در واقع. حتی وقت بچه بود نمی‌فهمیدم چه استفاده هایی ازش میکنم. تنها فایدهش این بود که دم تئاتر شهر من بچه صدا میکنن دخترها بیا بله و شماره‌هاشون رو می‌نوشتم مثلا این لاله ها مثلا این دو تا هابی و اینا مثلا چیز میگرفتم شیتیل میگرفتم هوبی بهت میدادن هوبی که شماره‌شون رو ببرم بدم پورعرب. آره میدادی شماره رو؟ آره پورعرب زنگ میزد؟ اونشو نمیدونم. زنگ نمیزدن. نه من میدونم ولی بهت نمیگه. میدونی نمیگی؟ آره چرا آره. نمیگی؟ نه میگم. بگم؟ میزد. همه رو میزد. به خدا میزد. ما این حقو برای آقای پورعرب قائلیم که بیان رو خط بیان رو خط. من همینجا شهادت میدم تک تکشو یکی